یادا گفت این را ما بالاتر میدونیم، زیرا یک باری آبی چشمای ترسی خدا ریخته گیره، پیامبر رو نگه 100 ساله آتش دوزخ خاموش میکنه. یک فقط پهلوهای این خیلی بگیم دلیل ها و حجت ها و هزارها هست، ولی جهت های دنیاویش هم برادرای عزیز بینین ما بسیاری وقت از بس که ای مکتب قرآن که دوریم ما بسیاری کارها در همیشه تکیه به مخلوق میکنیم و هیل خدای مهربان میگه و من یتقی الله و من یتقی الله یجعل له من امره یسرا. اگر ترسی من در قلب جا که جدی ما بترس یجعل له من امره یسرا، یگان کاری نمیمونه که برای تو سبک نکنه، همه کارات سبک میکنه. و یکفر عنه سیئاتی و یعظم له اجرا. اگر ترسی مرا در قلب جا کنی سوره طلاق میگه اجرها بسیار اجرهای بزرگ داری و گناهات همشون بخشیده میشه. خلاص برادرها صحبت من خاطر وقت کم بودنش دراز کشیدنی نیستم. دو چیز ما را جنت میبرد: اخلاق نیکو و ترس خدا. اگر ترس خدا باشد خود اخلاق برادر عزیز در دون به چسبیدگیه. آدمی که خدا نترسه اخلاق نداره. این خیلی ناممکنه که آدمی خدا را نشناسه، خدا را نترسه و با اخلاق خوب داشته باشه. و حضرت پرسیدن چی چیز اکثر اهل جهنم ای چی چیز؟ گفتن الفم و الفرج، یکی زبان یکی زنا. اکثر اهل دوزخ همین دو چیز به طرف دوزخ بود، یکی زباناشون. ببین حضرت گفتن حضرت همین زبانم مقصد ما را دوزخ میبرد. بعد میگه پیامبر ما یک روسا فوجه بچه میگن که связка слов میگن چی میگن تری یک چیز است. عربو دارم همین خیلی هست. یک میگه سکیلت که امک، مادر در اعضاد بشینه. خیلی یک دعا یکی تری جدی نیست، همین رفتی یک گفت میگن. بعد گفت سکیلت که امک، مادر در اعضاد بشینه. انسان هر چی عزت میته یا خار میکنه زبان شای گفت. و من در حق امت من ای حساب می زبان میکنم. یعنی زبان برادرها و دستی به زنا زدن. گفت این دو چیز اکثر مردم خدا کنه برادرای عزیز که ما شما را توفیق کرد که ما هم در قلبمون ترس خدا داشته باشیم و همچنان اخلاق نیکو داشته باشیم و هر زمان خداوند حاضر و ناظر بدانیم و هر یک کاری را که الله مهربان برای ما انجام دادنش نصیب میگردانیم. خدایا اندیشه کردن آنم که آیا با شریعت ما موافق است یا موافق نیست، خدایا این توفیقش هم برای ما نصیب بگردان. خدایا از این اکثر اهل جهنم که از این راه زبان و راه زنا هست، خدا همه ما بندگان تا نگهبان باشید. در این خاندان باز هم الله مهربان فیض و برکات نازل و عاقبت کار هممون خدای مهربان بخیر بگذارد.